از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. درودی پر از مهر نثارتان شنوندگان گرامی. برنامه نوبتی خورم دیار از پیشنهاد شما از رادیوی تاجیکستان. دوشنبه یک از جوانترین پایتخت‌ها در جهان و ستون اساسی دولتمان بوده، سیمای حقیقی ملت به حساب می رود. زیرا این شهر محض با دست جوانمردان با آر و ناموس خلق تاجیک و با شرافت سیاست بامرام و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده ثمربخش رئیس شهر دوشنبه، پایتخت وطن عزیز ما روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت‌های زیبای جهان تبدیل یافته است. سامیان عزیز، این نوبت می‌خواهیم دایر به یکی از مکان‌های زیبا و یکی از جاذبه‌های گردشگری وطن عزیزمان تاجیکستان کاخ نوروز برایتان معلومات دهیم. اکنون بیایید به صحیفه اولی برنامه می‌گذاریم و یک چند معلومات را دایر به این کاخ زیبا و دلارام می‌شنویم. بخشی چند دلیل. کاخ نوروز یکی از بزرگترین کاخ‌های جهان به حساب می رود که سال 2014 در پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه ساخته شده است. ایده اولین معماران این بود که این مکان را نه کاخ بلکه یک چایخانه زمانوی و با سبک ملی بسازند. کاخ نوروز از 5 طبقه تشکیل شده و حدود 40,000 متر مربع را در بر می‌گیرد. تالار زرندود بلندترین تالار بنا است. قندیل بزرگش 6 تن و 700 کیلوگرم بوده و 1600 چراغک دارد. در سال 2019 کاخ نوروز در دوشنبه به عنوان یکی از 8 معجزه معاصر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. شنوندگان گرامی، برای باز هم پرتر معلومات گرفتن به صحیفه دوم برنامه می‌گذاریم. بخشی در هوای دیار. در شهر دوشنبه سفارتخانه‌ها، مرکزهای علمی و فرهنگی و مقامات‌های دولتی و غیر دولتی مملکت‌های خارجی فعالیت دارند. گذشته پرافتخار تاریخ ملت تمدن‌آفر و کهن بنیادی تاجیک گواه و شاهد برحق است که نیاگان آبادگر و صاحب فرهنگ ما سنت‌های آموزنده و عبرت بخش معماری و شهرسازی در همه دور و زمان‌ها پیشقدمانه داشته، این عنعنه‌های نیک بنیاد شهرها را از نسل به نسل از یک مرحله به مرحله دیگر به میراث گذاشته، همزمان با تغییرات و دگرگونی‌های وقت ملکه و تجربه آفرندگی و سازندگی خیش را تکامل بخشیده، تدریجاً شهرت و اعتراف عمومی جهانی آن را نائل گردیدند. بخش دامان گلفشان. کاخ نوروز یکی از بزرگترین کاخ‌های جهان و یکی از جاذبه‌های گردشگری تاجیکستان است که سال 2014 در شهر دوشنبه ساخته شده است. این کاخ در قسمت مرکزی پایتخت واقع است. ایده اولین معماران این بود که این مکان را نه کاخ بلکه یک چایخانه زمانوی به سبک ملی بسازند. کاخ نوروز از 5 طبقه عبارت بوده، حدود 40,000 متر مربع را در بر می‌گیرد. آن کار دست هنرمندان تاجیک میباشد و با اصول معماری ملی ساخته شده در جهان بی‌نظیر است. همچنین تالارهای خرد و بزرگ، ایوان‌های تابستانه، فواره‌های رنگین و موسیقی به این کاخ شکوه خاص میبخشد. 11 تالار این کاخ با هنرهای ملی مردم تاجیک از قبیل گچکاری، مزایکا و شیشه‌های رنگین، کنده‌کاری در چوب، سنگ‌تراشی و آینه‌بندی زینت داده شده است. تالار دیدار. درآمدگاه تالار با نقش و نگاری کندل آرا داده شده است. این تالار بنکتی بوده، در دیوارهای آن گچکاری در روی آینه اجرا شده، در آن نقش و نگار ملی عکس یافته است. سقف آن با رنگ‌های زیبا نقاشی کرده شده است. از دو طرف زینه‌پایه چوبین با کنده‌کاری آرا داده شده است. مساحت تالار 1100 متر مربع میباشد. تالار ارژنگ. این تالار از 29 گونه سنگ‌های نیم قیمت بهای تاجیکستان ساخته شده است. در دیوار مزایکا از روی مصوره‌های کمال‌الدین بهزاد اجرا کرده شده است. مساحت تالار باشد 1000 متر مربع را تشکیل می‌دهد.
تالار گلستان. تالار نمایشی افتخار کندکاری تاجیک می باشد. در این تالار بیشتر از 6000 متر مربع کندکاری در چوب استفاده شده است. آن 16 ستون دارد. قندیل بزرگش 3 تانه بوده بلوری می باشد و مساحت تالار 1650 متر مربع را تشکیل می دهد. تالار زرندود. بلندترین تالار بینو است. قندیل بزرگش 6 تانه و 700 کیلوگرم وزن داشته 1600 چراغک دارد. در هر یک قسم دیوار رمزی تاج زرین با 7 ستاره را دیدن ممکن است. در ستونها و بالای آن نقش‌ها با طلای مهین آرا داده شدند. بنابراین تالار طلایی نیز میگویند. دیوارهای تالار با گچکاری در آینه و شیشه آرا داده شده است. شنوندگان گرامی، این بود برنامه خرمدیار پیشنهادتان از رادیوی تاجیکستان. مسئولان برنامه با شما بودیم محرر و راوی گنجینه رجبزاده، کارگردان برنامه جمعخان مراد. تا برنامه‌های دیگر، خیر. ساز است و همراز، کشایم پر کنارت کرده پرواز، کشایم پر کنارت کرده پرواز. همه خرد و کلان خوش با تو هستند، بسطها صنعت زیبنده پرداز. جاودانه بوده یک صنعتی والای جاست. چو رفتم دور بشنیدم صدایت، به یادت مهری منزم گشته بین باز، به یادت مهری منزم گشته بین باز. اطلس به تنگو دخترانت، تمنای همه خوبان تناست، تمنای همه خوبان تناست. ببین در حفظ مرز و بوم کشور، همه آماده افسر تا به سرباز. شیر میگوید به وصفت، وطن از نام تو گشتم سرافراز، وطن از نام تو گشتم سرافراز. وطن دل با تو هم ساز